رسیدیم به آخرین چهارشنبه سال. قدیما دغدغه هامون هم جنسش فرق میکرد. همه هم و غممون این بود که چهارشنبه سوری بیاد و کلن آتیش بسوزونیم. یادش بخیر همه هم و غممون این بود که نکنه یه موقع ترق کبریتیامون از بچه‌های فامیل دوستامون کمتر باشه. انقدر دلمون تنگ شده یه آتیشی درست کنیم، دور تا دورش رو نگاه کنیم ببینیم عزیزامون واسدن، خط لبخند رو صورتشون، همه منتظرن از رو آتیش بپرن و بگن زردی من از تو، سرخی تو از من، رسم قاشق زنی، اون آش رشته های مامان بزرگام. دلمون واسه لحظه به لحظهش لرزه. درسته نمیتونیم دوره هم جمع بشیم، ولی بیاین بسپاریم به دست آتیش همه بلاها، حال بدیامون، غم و غصه ها و رنجامون. دعای خیر و انرژی مثبت برای هم از خداوند بخوایم. سلامتی باشه خدایا. سال جدید که داره میاد سر و تن همه سلامت باشه.